یه روز صبح یه خانم و آقای محترم اومدن برای خرید ایفل خانه فانتزی برای سرویس بهداشتیشون. رایه ها رو براشون آوردم، در کارتوناشون رو باز کردم و عطرش پخش شد توی فضا. آقا پرسیدن قیمتش چند، من قیمت رو اعلام کردم. ایشون گفتن نه من جای دیگه دیدم 40-50 هزار تومان از شما ارزون‌تر. من ازشون خواستم به خاطر اینکه خیالشون راحت بشه برن اون ایفلم از نزدیک تست بکنن. خلاصه اینکه شب شده بود و اتفاقا من در حال فروختن ایفل خانه فانتزی به مشتری دیگه‌مون بودم که خانم و آقای صبح وارد شدن. آقا دقیقاً با همین لحن به مشتری که در حال خرید ایفل بود گفت آقا شک نکن این ایفل اصلیه، خیالت راحت باشه، خانم ایفل ما رو بده بریم. بچه‌ها خواستم بهتون بگم ما خیلی برای پولی که با زحمت و تلاش دارید به دست میارید ارزش قائل هستیم. پس مثل همیشه از بابت قیمت و کیفیت محصولات خانه فانتزی خیالتون راحت.